الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله و علی آله و اصحابه اجمعین، اما بعد. بعضی از خواهرها و برادرها پرسیدن که آیا خواندن نماز در حالتی نشستن جواز داره یا خیر؟ برادر و خواهر مسلمان، خواندن نماز در حالتی نشستن جواز داره، البته به شرط که انسان توانی از زیر نداشته باشه که نماز استاد بخونه. پس در این تو صورت شریعت اجازهش میدهد که نماز نشسته بخونه، و اگر نشسته هم توان نداشت باز بر پهلوی خود نماز بخونه، و پهلو هم قدرت نداشت باز به هر حالتی که توان داره و حتی به حالت اشاره. در این باره حدیث از رسول الله صلی الله علیه و سلم زیاد وارد شده. از جمله عمران بن حسین رضی الله عنه، یک صحابی جلیل القدر، میگه ما به مرضی بواسیر مبتلا شدم. مرضی بواسیر مرضی خاصی است که به مقعد انسان اصابت میکنه. میگه به این مرض مبتلا شدم، از رسول الله صلی الله علیه و سلم پرسیدم که چگونه نماز بخوانم. فرمودن فصل قائما، نماز استاد بخوان. اگر استاد توان نداری فصل قاعدا، باز نشسته نماز بخوان. و اگر نشسته هم توان نداری فصل علی جنب، و پهلوی خود نماز بخوان. و این حدیث در صحیح بخاری است. و همچنان انس بن مالک رضی الله عنه، خادم رسول الله صلی الله علیه و سلم، می فرماید که رسول الله صلی الله علیه و سلم از اسبی افتیدن و پهلوی راستشان مجروح گردید و ما داخل شدیم به رسول الله صلی الله علیه و سلم به خاطر زیارت کردنشان که وقت نماز فرا رسید، وقت نماز فرضی. باز میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم نماز را نشسته خواندن و ما هم در پشت سرشان نماز را نشسته خواندیم. و این حدیث در صحیحین است، صحیح بخاری و صحیح مسلم. پس نماز فرضی را انسان که اگر قدرت نداشت استاد بخونه و برش مشقت بود، تکلیف بود، و در این صورت شریعت عذری از این قبول میکنه، نماز نشسته بخونه. و باز اگر نشسته هم نتونست، حالتی که به پهلوی خود یا به پهلوی راست یا به پهلوی چپ، یا اگر به این هم نتونست به پشت سر، یا حالتی دیگری که برش میسر است، توان داره. و حتی هیچ اگر نتونست به هیچ حالتی، حتی حالتی اشاره در هر حالتی بوده باشه، به اشاره هم میتونه نماز ادا کند. البته ای درباره نماز فرضی، اگر انسان توان داشت نماز نشسته خوان، در این تو صورت باز انسان گناهگار میشه. نماز فرضی را مقصدم که اگر نماز فرضی را توان داشت و نشسته خواند، باز در این تو صورت انسان گناهگار میشه. و اگر جاهل بوده باشه، بعد حکم شریعت برش فهمانده شود که نماز درست نیست نشسته بخوانی، مگر در حالتی که انسان معذور بوده باشه. و اما اگر بداند قصداً کار انجام بدهد، خطر کفرش است، استهزاء به احکام شریعت میکنه. نماز نفلی مطلقاً درست است که انسان نشسته بخواند، برابر است که عذر داشته باشه نداشته باشه. البته حالتی که عذر نداشت، ثوابی نیم نماز استاده میگیره. نیم نمازی که یعنی نمازی را که انسان استاد میخوانه، یا در مقابل از اون نمازی را که نشسته میخوانه، حالتی نشسته نیم ثوابی حالتی قیام داره که انسان نماز استاد میخوانه، و در این صورت اجرش کمتر میشه. اما اگر عذر داشت، انشاءالله که نماز اجرش پوره میگیره. به هر صورت اگر انسان توان ندارد، درست است برش که نشسته نماز بخوانه، و هر انسان حالت خود بهتر میداند و نباید با شریعت بازی بکنه، که یعنی اگر توان قیام را داره و مشقت بالایش نیست، باز او که از نماز نشسته میخوانه، یا خب
استهزاء با شریعت است. و باز اگر نشسته توان داره و یعنی فکر میکنه که یعنی مطلقاً جواز داره که به هر حالت نماز بخوانم، نه، اگر نشسته میتونی باز درست نیست که خوابیده بخوانی. یعنی خوابیدن در حالتی است که انسان طاقتی نشستن نداره. و همچنان پهلو، اگر با پهلو میتونه نماز بخوانه باز درست نیست که به اشاره نماز بخوانه. یعنی چیزها را انسان رعایت بکنه. بارک الله فیکم.